نه او را چی میکنی؟ دختره که ببره میگه قدم مونده نمیتونی در خانه کی؟ پدری. چرا؟ پدریت قد ما خوب نکرده. اما تو رست یا نیسته؟ اینی معاشره افغانی ماست. اسلام است. اسلام امیره گفته دختر امیده خبر نداره دختر کی در کجا داده، در یک کولنگ. باز دیگر جنازه همی گودگور دور از قرآن کریم که وفات میکنه میگه بانشه ماتل کنشه، مردم اونجا در گرمی استاد میباشه در سردی، حالا که دفن کنیم دخترش نرسیده. این خود دختر از زد سنگی پلخمان جور کرد. این غمی دختر را نداشت، پیسه را گرفت. یک آدم دختری خود داده بود در خوست. گفت چرا دادی؟ گفت کاستر نداشتم، همسایه ما کاستر داشت، این کاستر گرفتم. کاستر. یا خو از دخترای خود نعوذ بالله مال و متاع جور کرده، نعوذ بالله حیوان جور کرده میفروششه. در عمر قطع دختری خود مشوره نکرده که کدام کی را شوهر میگیری، راضیستی به می شوهر یا نه. دختر متدین تقوادار قرآن دوست به این طور فاسق فاجر میده که اونجا میرسه میگه قولای تلوچ کو سری تلوچ کو در بازار بگرد، من خوش میشم با این رفیقم که قطیمه میاد دست بده بغل کشی کو. اینمی قسم حالات فعلا وجود داره. سوال نکرد از دختری خود، از بچه خودم سوال نمیکنه این مردم. باز خود مسلمان ها میگیریم میگه ما به دین اسلام معتقد هستیم. در کدام گوشی زندگیت معتقد به دین اسلام هستی؟ در می گوشه بودی؟ اولادی تا حیوان جور نکردی؟ نفروختیشه؟ مشوره بارش امرش کردی؟ نه. باز که اونجا برسه 4 روز بعد پس در خانه پدر گریخته میاد، جنجال شروع میشه، خیل به خیل میشه. هدایات و دستورات زرین اسلام مطالعه کو، تو بچه هم تو دخترم تو پدرم تو مادرم. باز بعد از او سریزی عمل بکن که آیا در زندگی جنجال پیش میشه یا نمیشه. خلاص ما ضمانت میکنیم که اصولی که در سوره نساء برای نظام خانواده ذکر میشه مسلمان ها عملی بکنه. اگر در آینده یک جنجال پیش شد من میگم میام دست خدا قطع میکنم، به شرطی که معتقد به اینمی دستورات الهی باشه. اما امروز کجاست؟ معلومات نیست. یک زندگی در تاریکی شروع است. خلاص برو مهر بده، مهر از دختر میشه. چی میکنه؟ توی میخوره، پدر خرج و مصرف میکنه با بچه خود، تویام میکنه با بچه خود، خانم میده با بچه خود، زمینم میده، دکانم میده، پیسرم برش میده، همه مصارف سرش میکنه. در توی دختری خود حتی برای میمانی خود، برای عمه و خالی خود یک نان داده نمیتونه. امون نانم از کی میگیره؟ از بچه والا، از بچه میگیره. دختری قدر بی قدر است پیشی تو، مهرش قند و قرود کرده خورده. باز در وقت عقد نکاح چی میکنه؟ پدر وکیل میگیره. پدر وکیلش پدرش هست و یه جی گپا نمیزنه که اجنبی را پدر وکیل میگیره. و بدبخت این پدرش وجود داره، چی ضرورت به پدر وکیل داره؟ این در کدام دین آمده؟ بازو پدر وکیل دیگه حالا نکاح را 4 ساعت سرت جور میکنه. چقدر؟ 100 لک دلار بده. تو مسلمان هستی یا نه؟ غیر مسلمان. تو خبر داری که در دین اسلام مهر چقدر است؟ کدام نکاح برکت داره که معونتش کمتر باشه، مهر کمتر باشه. پیغمبر علیه السلام یک انگشتری چی بگوی از آیین مهر قرار داده. پیغمبر علیه السلام یک جوره پایپوش مهر قرار داده. پیغمبر علیه السلام هیچ چیز موجود نشده چند دانه سورتای قرآن یاد دادن مهر قرار داده. و تو امتی پیغمبر که دعوایشان میکنی حالی 100 لک دلار گرفته. عجیب مسلمان هستی. ای بروی از ای بروی آخرش چی باقی میمونه خبر داری؟ یا است که یک دانه توت داره ده 7 بچه خود اموره ده سنوها داده، یا یک اتاق داره او را ده 7 سنوی خود داده، یا است که هیچ گپ نیست. چی برش میگه؟ اون نادان برش میگه ده خیر و شر شریک کشه. و بدبخت بگو که ده خیر شریک کشه ده شر چی شریک شود؟ این مشکلات ماست، اینی جامعه ماست. خلاص دختر 1 روپه در دستش نیست. سبا که طرفی خانه میره، شوهرش هم در خانه نیست، خوشوخ و قطش جنگیست، بیچاره علی در خانه پدر رفته نمیتونه. چرا؟ کرایه قطش نیست. این گپا هست یا نیست؟ هست.
من از متن جامعه آگاهی دارم که چی گپا سی گپا برای شما معلوم نیست. به ما معلوم شده که چقدر مشکلات برای از یا چی است. پیسه در جیبت است، در بازار میری میوه خوب دلت میشه، امی دستی پول میکشی غرم میوه تا میخری. امی زنم امی طور خواهش داره یا نداره؟ اگر در جیبش یک چیز باشه، آیا وقتی که در کوچش صدای چی میگه ای رنگ تلون کی میکنه؟ پیمان چی میگه؟ آیسکریم. آیا دلی از او آیسکریم نمیشه در گرمی؟ ولی در جیب هیچ یک روپه نداره. مهر نیست، برای دختر مهر وجود نداره. بیا از اسلام یاد بگیریم. قرآن چی میگه؟ و آتوا النساء بده بزنا صدقاتهن، مهرهایشان. مهر صدقه میگه. چرا؟ دلالت میکنه بالای صداقت یمی شوهر وقتی که مال به زن خود میده، معلوم شد که کمال محبت با زن داره، کمال میل داره. این دمی اول مرحله برای زن خود احترام قائل است، چیزی را برای تحفه میده. بده مهرهایشان نحلتن، از روی خوشحالی. اینا پیشانیش 12 بجه جور نشده باشه، نه، با کمال خوشحالی او نفس خود بری تو پیش میکنه. در خانه تو میایه، از خانه پدر میایه در خانه تو، در خدمت تو میایه، تربیه اولاد تو را میکنه. تو را بلا زده که مهر نمیدی. بگو هر چیزی که دارم الحمدلله. حالی بعضی دوستا خواهرها و برادرای مسلمان ما این مسائل یاد داره. مهر مطابق امو قدرت و توانایی شوهر میگذاره. شوهر میگه $1,00,000 توانایی دارم میدم مهر، او میده. یا یکی میگه 50,000 افغانی، میگه نه ولی 50,000 افغانی زورم نمیرسه، 50,000 کلدار میدم. بس الحمدلله خانواده های موجود است که بس امیطور. خو لیکن در کی میده؟ در دختر. فان تبن لکم، اگر خوش کردن برای شما عن شیء، از یک چیزی من وزمی مهر، یعنی بخشیدن، نفسا از روی خوشی نفس، فکلوه بخوریشه هنیئا مزدار، مریئا خوشگوار بخوریشه. وقتی که دختر از روی خوشی و از طیب نفسی خود بخشید، باز دیگه بخوریشه. بده یک دفعه که بفهمه دختر. شیخکای ما چی میکنه؟ شیخکا را خبر داری؟ صوفیگکا. بازی صوفیگکا پیدا میشه، پیسه را میگیره. پیسه را میگیره یک دفعه در چی میده؟ دمشیره و دختری خود میده که بگی مهریت است، باز با ما بخشش که خو دخترکم. او باز میگیره پس بخشش میکنه. چرا؟ و دختر خو میفهمه که بخشش نکردم، بیادر قطمه مرده و زنده رم چی میکنه؟ جدا. امیال دختر بخیزه فقط امیقه بگویه پدرک، یا پدر من میراث خود قطع برادری خود چی میکنم؟ تقسیم میکنم. اگری بیادر دیگه السلام علیکم برش گفت، من میگم بیشک. یقین بکو اگر سلام سرش پرته، معزی بگویه، عملی نکنه. امی جدا کردن میراث نکنه، فقط بگویه که من حق خود طلب دارم. برادر دیگه خلاص است، قطعی مرمی میزنشه. عجیب است، عجیب مسلمان استی، خود مسلمان هم میگیری. تو دو برادرها در بین خود در سر یک بالش جنگ شروع است. اگر کسی تقسیمگر باشه 1000 دوا بر ازو میزنه که بالش تقیمه میشود به او داد. در بالش جنگ میشه. اما چرا دختر امشیره حق نداره؟ کس تو حق جدا کنه؟ اسلام ما چی رقم اسلام است؟ اسلام ما اگر منافع ما موجود بود مسلمان، اسلام خوش داریم. در صورتی که منافع ما در خطر بود، باز اسلام نیست. دعواه وقتی که خب پرسان کردیم، اول میریم پرسان میکنیم که در شریعت من میبرم یا نمیبرم. وقتی که پرسان کرد باز میره شریعت میکنیم. اگر برش بگویه که در شریعت نمیبری چی میگه؟ صلح میکنیم. صلح اینطور مردم هسته یا تسلیم به دین و به حکم الله متعال نیستن. این اسلام نیست. اسلام مکمل تسلیم شدن. صوفیای ما ایله میکنن. چی میگه آجی صاحب؟ والا مولای صاحب من که دخترای خدا توی کردم، به هر کدامشان مهرشان دستشان دادم که بگیره. ما گفتم آجی صاحب ندادی برش. او بیچاره فهمید که حالی اگر من ببرم قی خود، پدرم دیگه قطمه گبم نمیزنه. مجبور شد گفت که پدر جان تو بگی. ما گفتم که دختر بفهمه که راستی حقم است. بچه کدام وقت تو را بخشیده؟ بچه حقی خود به برادر دیگه خود بخشیده؟ نبخشیده. دختر من زن گرفتم، فهمیده بود که والا مهر حقم است. تا آخری عمر 1 روپرم برام نداد، به پدرم نداد. خودش قند و قرود کرده، خورد مصرف میکنه.
واکی بفهمه که اینمی حقی ماست، یقین بکن اگر یک روپرم برد ایلا بکنه. تو خوش داری پیسه رو، او پیسه رو خوش نداره؟ ها؟ زنا خو به زیب و زیور اینقدر بگه شایق هستن، دلشان میخواه که 100 جور کالا باشه که رخت نو پیدا شد دیوانه میشه که ایره نگیره. قرض میکنه ایره میگیره. او پیسه را از تو که زیاد دوست داره، خب ما نمیدیم حقش در دستش که او مصرف بکنه. خب قرآن چی میگه؟ بده. و آتوا النساء صدقاتهن، بده به زنا مهرهایشان نحلتن، از روی خوشحالی، از روی رضامندی. طور نباشه که قاش ترش باشه که چرا از پیشون میگیره. فان تبن لکم، اگر بخشش کردن بخوشی برای شما عن شیء، از یک چیز، منه از می مهر، نفسن از روی خوشی نفس، ایتورام نباشه که خوشی نفسش نباشه اموتور مجبور رقم باشه. فکلوا بخورین می مهره، آلیا به هر کس که بخشش کرده، به پدر، به مادر، به بیادر، به خسر، به شوهر خود، هنیئا مزدار یا با برکت و فایدمند، مریئا خوشگوار، یعنی که فساد نبیاره، امو رقم مصرف کنه بخوره شد. از او خاطر هنی و مری هر آن چیزی که بدون مشقت و تکلیف در دست میه و مزدار و لذتناک باشه او را هنی و مری میگه. ولا تؤتوا السفهاء اموالکم، ندی به سفها مالایتانه، مثل که حقوق و رعایت زنا ضروری است. چرا؟ زنا جز زندگی تان است، بدون زنا زندگی ناممکن است. الله متعال تعمیر زندگی را، پیشرفت زندگی را منوط و موقوف برای چی ساخته؟ بالای جفت و جوره که زن است. اگر کسی میخواد زندگی را پیش ببره بدون زن نمیشه. خود زن رعایت حقوقش بکنه، مهرش بپردازه، ظلم سرش نکنه، در نکاح صحیح نکاح بکنه، این کلی گپا را در نظر بگیره. اینمی قسم در زندگی انسان مالم ضروری است، بدون مالم زندگی پیش نمیره. از امو خاطر مثل که حفاظت نفس ضروری است، حفاظت زن ناموس ضروری است، حفاظت مالم ضروری است. از امو خاطر مال اینطور در هر کس نده که هر طرف خرج و مصرف کنه. ولا تؤتوا السفهاء، شما ندی به مردمای بیعقل، کسانی که نمیفهمه خرج کردن مال، نمیفهمه در کجا فایده است، در کجا ضرر است. اموالکم، مالایتانه، مال خواستو نیست، مال خواستمو آدم است. خو الله متعال اشاره به این میکنه که مال از او مثل مال خودیت است، نفس از او به مثل نفس خودیت است، تاوان از او مثل تاوان خودیت است، فایده از او به مثل فایده خودیت است. التی امو مالا جعل الله که گردانید لکم الله برای شما، قیاما سبب قایم شدن زندگیتان، یعنی سبب بقای زندگیتان. و رزقوهم، شما روزی بده، نفقه بده اینمی مردم های سفها را که تعالی را نمیتونه مال نگهداری کنه، سری نقص فایده مال بفهمه، برای از و روزی شانه یعنی نفقه شانه بده، فی هذا بین مال، اینطور نبوده که از خودی مال ده یک کار و روزگار پرتو که چیزی فایده بکنه، بعد از او امو نفقه از او از امو مال بپرداز. و کسوهم، شما لباس بده به مردمایی که تعالی را نمیفهمه، مال سرپرستیش کرده نمیتونه. و قولوا لهم، دمی وقتا برش بگوی قولا معروفا، قولی که خیلی معلوم دار باشه، یعنی سبب خیرخواهی از او باشه و نمیدانه. از تو مطالبه میکنم مالی مرا به خودم بده، تو برش بگو بچه کاکا یا بیادر زاده یا خور زاده یا ای برادرک مسلمانم، تو تنظیم و تدبیر مالی تا نمیتانی، از دست یک روز کلش میره، مصرف بیجا میکنی، باشه ایره ما برات حفاظت و نگهداری میکنم و از اینجا نفقه و اینا چیت میکنم. مثل که اینمی قسم نفقه و لباسش هست، تعلیم و تربیش هم همی قسم است. در صدد ازی باش که همی آدمی که تعالی را عقل و شیاری برش پیدا نشده که مال خدا بیجای مصرف نکنه، تا او وقت تعلیم و تربیش هم از همی مالش بکو. خو از خودی مال مصرف کرده نرو، مال در کار پیدا کو، در بین مال برش نفقه کرده برو، به خاطری که مالش حفاظت شود. در نظام مقدس اسلام مال حتی یک نفر دیگه بیگانه را برای تو درست نیست که همونطور هوایی مصرف شود. چی جای ازی که یک آدم مال خود میگیره بیجا مصرف میکنه، در تویا غلط اسراف میکنه، نعوذ بالله، در میله ها مصرف میکنه. نه، مال بهترین ذریعه است. در دین مقدس اسلام مال حیثیت قوام زندگی را داره. از او خاطر دنیا بد نیست. اگر از دنیا استفاده درست کردی، امو بزرگ نعمتای آخرت توسط دنیا تو خریده میتونی. دنیا به می خاطر است که تو امو نعمتای آخرت توسطش بخری. امروز و برادری ما که برای خواهرای ما
موتر گرفته و خواهرای ما میایه اینجا ترجمه قرآن میکنه عقیده صحیح و سالم فرا گرفت اولاد خود به می عقیده تربیه میکنه در کل از می آدم چیست؟ آدمی که موتر گرفته شریک است. حالی شما بگوی که آخرت نعمتهای آخرت توسط پولی خود خرید یا نخرید. دنیا بهترین چیز است، شرطش است که در وجه درست و در جای درست استفاده شود. الله متعال نگفته که مولا هر طرف باد کرده برو، هر طرف چی کو پراگنده کرده برو. نه، مال سبب قیام زندگی است و این را اداره کو. از خود اداره مردمای بی عقل که پیدا میشه زورم بعد اداره بکنه. خودگی و قریبی است، نگذار که نعوذ بالله اسراف و بی جای خرچی و مصرف بی جای بکنه. اگر کسی خودگیش پیدا نمیشه حکومت تصامیم بگیره که مال ضایع نشود، بی جای مصرف نشود. امروز مردم شرابا میخوره، کبابا میخوره، مال بی جای مصرف میشه. چرا مصرف میشه؟ چی فایدهش است؟ انتظام گرفته نمیشه. وابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح، امتحان کنی کسایی که پدرایشان ما وفات کرده در سن بلوغ نرسیده، امتحانش بکنه توسط سخن و شیاری برش بگویی که آیا این آدم عالی سرپرستی مال میتونه یا نه، حفاظت مال خود میتونه یا نمیتونه، یا امتحان کرده بری. حتی اذا بلغوا النکاح، تا که وقتی رسید در نکاح، یعنی در سنی که در اونجا نکاح میتونه که سن بلوغ است. سن بلوغ دو قسم است، یکی توسط نشانه ها و علامه ها بلوغ آدم ظاهر میشه. در مردا توسط شیطان بازی دادن و در زنا توسط مریضی آمدن، و یکی توسط سن و سال می باشه. وقتی 15 ساله میشه سن بلوغ تکمیل میشه. اگر یک یتیم در او سن رسید، آلی دیگه خب امتحان ارزیابی کنه که آیا سرپرستی مال خود میتونه یا نه. فین آنستم منهم رشدن، اگر شما معلوم نموده منهم از همین یتیما که آلی در سن بلوغ رسیده رشدن و شیاری را، یعنی صلاحیت دیده در بینشان که حفاظت و انتظام مال خود میتونه، فدفعوا بده الیهم، بسوی اینمی مردما که آلی صلاحیت عقل و دین پیدا کرده، الیهم اموالهم، مالایشان بده. ولا تاکلوها، نخوری همی مال یتیما را اسرافا، از روی زیادت، از ضرورت زیاد مصرف میکنی. سیسته که تو مال یتیم در کار انداخته ای، خو لیکن او یک نفر است، اولاد تو 10 نفر است. حالی دیگه چیز از بازار که میگری اینطور نشوه که نصف از تو باشه نصف از او. نه، تو 7 نفر استی، یک نفر 8 تقسیم کو، 8 میسه مال از او را در مصرف پرتو. اینطور نشوه که تو 8 میسه نه 4 سره از او میگیری 4 سره از خود. اینطوری اسرافا را نکنی. یک، ولا تاکلوها اسرافا، به اسرافا مالای یتیما را نخوره، و بدارن به زود خوردن که یک برو کلان میشه، تا کلان شدنش شما ایش ای طرف بزنی، ایش ای طرف بزن. اینطوری نکنه. مال یتیمه به هر طرف خوردن و نعوذ بالله مصرف کردن در باد هوا نده که زودی آلی کلان میشه. ما وقت تا که کلان میشه ما هر چیز او طرفی طرف کرده باشم. و من کان غنیان، کسی که غنی باشه خود کفاف زندگی خود داره، فلیستعفف، باید پرهیز بکنه، یعنی حفاظت مال یتیم خوب مبالغه بکنه و خود نگاه بکنه که از مال یتیم هیچ چیزی نخوره. چرا؟ توانمندی خودش داره که نفقه خود از خود بخوره. وقتی که توانمندی نفقه خود از خود داشتی، از خود بخو، از مال یتیم نخو، بگذار برای چی؟ یتیم. و من کان فقیرا، کسی که فقیر محتاج باشه، خودت کار میکنی در مال یتیم، هیچ چیزی مال خودم نداری، در این صورت از مال یتیم به اندازه ضرورت مصرف کرده میتونی. از او خاطر الله میگه و من کان فقیرا، کسی که نادار محتاج باشه و مال یتیم سرپرستی میکنه، کار و عمل سرش میکنه، فلیأکل بالمعروف، باید که بخوره به معروف، یعنی بدون اسراف، بدون تبذیر، به جای مصرف نکنه، زیاد مصرف نکنه. فاذا دفعتم الیهم، وقتی که میداده برشان مالایشان که در سن بلوغ رسیدن، دیده مشاهده کرده که آدم تکره شده، نقص و فایده را فرق کرده میتونه، در وقت دادن مالشان چی کنه؟ فاشهدوا علیهم، شاهد بگیره بالایشان در وقت قبض کردن، و این مستحب است. و بعضی این را واجب میدانه. چرا؟ سبا روز شیطانا خیلی زیاد میباشه، او را اشتک میکنه، تحریک میکنه که کاکای دینی تور شما مال داشتی، او را مصرف کرده، خورده اینی داشته. این معضله را ما خود با چشم سر مشاهده کردیم.
یک یتیم بیادرزادش بود قطی کاکا مرا بیخی دیوانه کرده بودن. آخرم کاکا را گفتم که ای مردکه چیزی که از یتیم تو خوردی امیال نوبت است که توبه بکنی و مکمل بپردازی، بلکه خوبتر بپردازی. من خبر دارم که زدی مالشه او طرف کرده. امی چانس داری که امیال توبه به الله بکو وگرنه تباستی. تو خبر داری؟ در حدیث میاد پیامبر علیه السلام میفرمه بهترین خانه به نزد الله، محبوب ترین خانه به نزد الله امو خانه است که در اونجا یتیم است و خوب رعایت حقوق یتیم میشه. یتیم پرورش و تربیتش به وجه سالم و درست میشه. امی خانه به نزد الله چیست؟ بگوی بسیار محبوب است. پیغمبر علیه السلام نمیگه انا و کافل الیتیم ها کذا، ما و سرپرست یتیم اینمی رقم هستیم به شرطی که رعایت حقوق یتیم کرده باشه. چقدر موقع برای ما و شما میسر شد افغانستان، آنقدر ایتام داره که پرسان نکن. اما بدترین خانه امو خانه است که دو یتیم است، خو رعایت حقوقی کی نمیشه؟ یتیم نمیشه، سری خودیش سری مالش ظلم میشه. اون مبغوضترین خانه به نزد الله است. حالی ببینه سردمدارا و کلانای ما را ببینه به نام یتیما و شهدا از خارج پول آمد یا برای خود بلدینگ جور کردن و بگه موتر گرفتن سرش میگردن، یا به الله چی جواب میده؟ پشتی سر بر ما میه که کسی که مال یتیم میخوره ان الذين ياكلون اموال اليتامى انما ياكلون في بطونهم نارا، آتش جهنم در سینه خود میپرتی. خبرداری یا نه؟ حق یتیمه. اسلام نظام واقعی است. کدام طبقه که مظلوم قرار داره الله متعال از او دفاع کرده. دفاع از او را توسط کمیته خارجی و محکمه خارجی نمیکنه. دفاع از او را فقط اتقوا الله، از الله بترسی، از الله بترسی. اتر ذات انتقامش میگیره که انتقام گرفته میتونه، دقیق انتقام گرفته میتونه، هر قسم قدرت سری تو داره. تو از الله نمیترسی. امروز ببینی که حق ایتام چقدر چی میشه. برای یتیم چی دارالایتام جور میشه، برای که چقدر قماندانا بچهای خود به نام یتیم در اونجا داخله داده. زنده بیوه که مردم میگن میرا میگه زنده بیوه. این زنده چیسته؟ زنده بی پدر. زنده بی پدر عجیب است. برای ریالی سعی کنی بررسی کنی که چقدر نصف فیصدی چیسته مردم است که پدرش موجود است خود در دارالایتام حق یتیم و حصه یتیم خورده رایست. تو نشأت و تربیتی توسط غذای حرام شده تا آخر عمره. از این طور آدما که مامور جور شوه باز تو گفته میتونی که رشوت نخوره؟ او خو از اول تربیش به حرام شده. تو گفته میتونی که فحاشی نکنه، عیاشی نکنه، او از اول به حرام تربیه شده. نعوذ بالله. بیا دیگه فاذا دفعتم، وقتی که شما میدادید الیهم به سوی یتیما اموالهم مالایشان فاشهدوا شاهد جور کنه علیهم بالایشان. چرا آینده سوالا پیدا میشه؟ یه مردم تحریک میکنه سند باید پیش بکنی. این سند کی پیش میشه؟ زمانی که وفات میکنه برادر یا کسی دیگه و سرپرستی اموی ایتام به دوشی تو سپرده میشه. 4 نفر ریش سفید شاهد جوانه دمی قریه جمع کو، کل مال یتیم لیست کو، در نظری مردم مکمل پیش کو. بعد از او برش بگوی که شما شاهد باشه که این مالای یتیم است. زمانی که او در سن بلوغ میرسه امو شاهدا را پیش طلب میکنه بگوی که اینمی مالا در پیش روی شما بود یا نبود. و میگه بود. این کل مالا را به یتیم تسلیم کردیم. نشوه که مردم در حق ما تهمتا کنه، نعوذ بالله، بدگمانی در حقم بکنه. کسی که شریعت مراعات میکنه هر وقت همیشه متوجه گپاست و کسی که در دلش خرخش داره مال یتیم آیسته آیسته کده یک جای میکنه تا که بره بخیر. بستری از او را میپرده در خو همون ترس یا نه؟ ما از مال از او استفاده میکنه. الا مال از یتیم است قربانی شیی میکنه به خود. عجیب گپاسته. باز میگه من قربانی کردم خوش آمد که در روز قیامت براق برم است. براق میشه تو مال یتیم قربانی کردی؟ للرجال خو و کفا بالله حسیبا، کافی الله متعال از روی حساب کردن. نکته خیلی جالب است یا نیست؟ کل معاملات سر یک نقطه حل کرد. و کفا بالله، کافی الله. تو اگر حساب و کتاب دقیق منظم سنجیده مناسب نداده ای الله متعال حساب کننده است. بفهمی
که اگر یک موبایل یتیم پنهان کردی به یک رقم، الله قطعت محاسبه میکنه. مال یتیم خورده نمیتونی. اگر واقعا مؤمن هستی دیگه بفهمی که الله حسیب است، حساب کننده است. خلاص. للرجال نصیب مما ترك الوالدان والاقربون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.